سلام، خوش اومدی به قسمت سوم با من بشنو. اگه یادتون باشه داشتیم با هم دیگه یک کتاب خیلی مفصل رو میخوندیم و تا اینجایی که الان خوندیم موری از بیماریش مطلع شده و میچ هم به صورت خیلی ناگهانی راجع به استادش فهمیده، جایی که غرق توی زندگی خودش بود. آماده با هم دیگه بریم ادامهش رو بشنویم؟ بزن بریم. برنامه جمعه شب پخش شد. تد کاپل که پشت میز کارش در واشنگتن نشسته بود برنامه را آغاز کرد. با تقویت کننده صوتی صدای تد قوی‌تر و تاثیرگذارتر شده بود. او گفت: موری شوارتز کیست و چرا اکثر شما در این دقایق پایانی شب می‌خواهید که درباره او بدانید؟ و من هزاران کیلومتر دورتر در خانه‌ام نشسته بودم و با بی‌توجهی کانال‌های تلویزیون را عوض می‌کردم. این کلمات را از تلویزیون شنیدم. موری شوارتز کیست؟ و سر جایم میخکوب شدم. اولین جلسه ترم اول دانشگاه بهار 1976. به محض ورود به کلاس بزرگ موری متوجه کتاب‌های بیشماری می‌شود که داخل قفسه‌هایی قرار دارند که کل دیوار را پوشاندند. کتاب‌هایی در موضوع جامعه شناسی و فلسفه و مذهب و روانشناسی. قالیچه بزرگ روی کفوش چوبی کلاس، کفوشی از چوب سخت. از پنجره کلاس که رو به حیاط دانشکده باز می شود، تنها گروهی از دانشجویان دیده می شوند که مشغول کلنجار رفتن با جزوه ها و کتاب های درسی هستند. اکثرشان شلوار جین و پیراهن چهارخانه به تن دارند و کفش های جلو باز پوشیدند. به خودم می گویم جیم شدن از کلاس این کوچولو آسون نیست. شاید این واحد رو نگیرم. موری لیست حضور غیاب رو می خواند. میچل. دستم را بالا میبرم. میچ بهتره یا همون میچل؟ کدومو ترجیح میدی؟ تا به حال هیچ معلمی این سوال را از من نپرسیده بود. پیش از پاسخ دادن به این مرد که یقه اسکی بافتنی زرد شبیه من و شلوار مخمل سبز پوشیده و موهای نقره‌ای‌اش روی پیشانیش ریخته مکسی کردم. او لبخند میزند. میگویم میچ. دوستانم مرا میچ صدا میزنند. موری که گویی مشغول بستن قراردادی تجاری است میگوید بسیار خوب. پس از حالا به بعد شد میچ. و میچ؟ بله. امیدوارم روزی برسد که مرا دوست خود بدانی. جلسه توجیهی. نیوتن غربی. منطقه آرام و خلوت در حومه شهر بوستون. همچنان که با اتومبیل کرایه‌ای دور محل زندگی موری میچرخیدم، لیوان قهوه در یک دستم بود و تلفن همراهم را بین گوش و شانه‌ام نگه داشته بودم. با یکی از تهیه کنندگان تلویزیون درباره برنامه‌ای که مشغول تولید آن بودیم صحبت می‌کردم. پرواز برگشتم چند ساعت دیگر بود. نگاهم از ساعت دیجیتال داخل ماشین به شماره صندوق‌های پستی کنار خیابان کشیده شد. خیابانی که دو طرف آن درختانی کاشته شده بود. رادیوی اتومبیل روشن بود و اخبار پخش می‌شد. به این ترتیب در آن واحد 5 تا کار انجام می‌دادم. 5 تا چه خبره؟ به تهیه کننده گفتم نوار را عقب برگردان. می‌خواهم دوباره آن قسمت را بشنوم. او گفت بسیار خوب. چند لحظه طول می‌کشد. ناگهان دیدم که مقابل خانه او هستم. ترمز کردم. قهوه روی شلوارم ریخت. به محض توقف کامل اتومبیل نگاهی اجمالی به درخت افرای ژاپنی انداختم. 3 نفر نزدیک درخت افرا بودند. درست جلوی ورودی پارکینگ. مردی جوان و زنی میان سال دستهای پیرمردی ریزنقش را گرفته بودند و او را روی صندلی چرخدار می نشاندند. موری. به محض دیدن استاد قدیمیم شوکه شدم. صدای تهیه کننده در گوشم پیچید. الو، صدای منو میشنوی؟ 16 سال بود که موری را ندیده بودم. موهایش کم پشت‌تر از قبل شده بود.
تقریبا سفید سفید. صورتش هم نحیف شده بود. ناگهان احساس کردم برای تجدید دیدار آماده نیستم. به این دلیل که مشغول صحبت با تلفن بودم. امیدوار بودم موری مرا ندیده باشد تا بتوانم چند بار دیگر با ماشین دور منزلش بچرخم تا کارم را تمام کنم و از نظر ذهنی آماده شوم. اما این موری جدید، تندیس نحیف و پژمرده مردی که سالها قبل او را خیلی خوب می شناختم، داشت به من لبخند می زد. دستانش را روی پاهایش گذاشته بود و منتظر بود که پیش بروم. تهیه کننده دوباره تکرار کرد: هی، پشت خطی؟ به پاس همه لحظاتی که با هم گذرانده بودیم، به پاس همه مهربانی‌ها و گذشت‌هایی که در دوره جوانی در حقم روا داشته بود، باید گوشی تلفن را رها کردم و از اتومبیل بیرون می‌پریدم و می‌دویدم و او را در آغوش می‌گرفتم و می‌بوسیدم و سلام می‌دادم. اما در عوض اتومبیل را خاموش کردم و به طرف پایین خم شدم و وانمود کردم که کف اتومبیل دنبال چیزی می‌گردم. زیر لب گفتم: بله، صدایت را می‌شنوم. و گفتگویم را با تهیه کننده تلویزیون ادامه دادم تا اینکه بالاخره مکالمه‌ام تمام شد. با وجود اینکه می‌دیدم استاد رو به موتم در فضای سبز جلوی خانه‌اش منتظرم است، کاری را انجام داده بودم که در آن بهترین بودم. شغلم را به همه چیز ترجیح داده بودم. افتخار نمی‌کنم، اما کاری است که انجام دادم. و 5 دقیقه بعد موری مرا در آغوش خود نگه داشته بود. موهای کم پشتش گونه‌ام را نوازش می‌داد. به او گفتم دنبال کلیدهایم می‌گشتم و به همین دلیل آنقدر زیاد در ماشین معطل شدم. و متعاقب این حرف او را محکم‌تر در آغوش گرفتم. شاید اینطور می‌خواستم دروغ کوچکم را له و لورده کنم. اگرچه پرتو خورشید بهاری گرم بود، موری بادگیری به تن داشت و روی پاهایش نیز پتو انداخته بود. بوی تا حدی ناخوشایندش را استشمام کردم. بوی ترش که خاص همه بیمارانی است که دارو مصرف می‌کنند. وقتی صورت‌هایمان از نزدیک همدیگر را لمس کردند، صدای تنفس ضعیف و آرامش در گوشم پیچید. موری زیر لب گفت: دوست قدیمی من، بالاخره برگشتی. روی او خم شده بودم و آرنج‌هایم را دورش حلقه کرده بودم. موری به آرامی جابجا شد. نه به این دلیل که به من اجازه رفتن دهد. در واقع دستانش را بالاتر آورده بود تا آرنج‌هایم را بگیرد. بعد از آن همه سال محبتش مرا حیرت زده کرده بود. من میان حال و گذشته‌ام دیوار سنگی کشیده بودم و در پس آن کاملا از خاطر برده بودم که زمانی من و موری تا چه حد با همدیگر عیاق بودیم. یاد مراسم فارغ التحصیلیم افتادم. کیف دستی کوچک و اشکای موری در غم عزیمت من. احساساتم را سرکوب کردم. زیرا می‌دانستم دیگر آن دانشجوی استثنایی و خوبی نبودم که موری به خاطر داشت. امیدوار بودم فقط بتوانم چند ساعتی سرش را شیره بمالم. داخل منزل موری پشت میز ناهارخوری از جنس چوب گردو نشستیم. نزدیک پنجره‌ای که رو به منزل همسایه باز می‌شد. موری آنقدر روی صندلی چرخدارش جابجا شد تا بالاخره به راحتی و آسایشی که دلش می‌خواست رسید. طبق عادت همیشگی‌اش خواست از من پذیرایی کند و من نیز پذیرفتم. یکی از پرستارهایش، زنی چاق و ایتالیایی تبار به نام کانی، سیب زمینی و نان را قطعه قطعه کرد و بشقاب‌های حاوی سالاد جوجه و حمص و تبوله را جلویمان گذاشت. کانی کمی دارو نیز روی میز گذاشت. موری داروها را نگاه کرد و آه کشید. چشمانش نسبت به گذشته بیشتر گود رفته بود. استخوان‌های گونه‌اش هم بیشتر بیرون زده بود. این حالات منظری پیرتر و عبوس‌تر به او می‌بخشید. ولی وقتی لبخند می‌زد طبق معمول گونه‌های آویزانش مانند پرده به سمت بالا جمع شد. موری با آرامی گفت: میچ،
میدانی که دارم میمیرم. میدانستم. پس همه چیز رو به راه است. موری قرص‌ها را بلعید و لیوان کاغذی را روی میز گذاشت. نفس عمیقی کشید و بازدمش را بیرون داد. بگویم شبیه چیست؟ چه چیزی شبیه چیست؟ مردن؟ گفت بله. همان لحظه اولین جلسه ترم آخرمان شروع شد. هرچند من از این موضوع آگاه نبودم. ترم اول دانشگاه. موری مسن‌تر از اکثر استادان، من نیز جوان‌تر از اکثر دانشجویان. فقط 1 سال است که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. برای اینکه خودم را بزرگتر نشان دهم، در دانشکده گرمکن کهنه خاکستری می‌پوشم. در باشگاهی همان حوالی تمرین مشت‌زنی می‌کنم و با سیگار خاموشی گوشه لب این طرف آن طرف می‌روم. هرچند سیگار نمی‌کشم. مرکوری کوگار قدیمی و زوار در رفته‌ای می‌رانم. شیشه‌هایش را کاملاً پایین می‌کشم و صدای آهنگ را تا آخر بلند می‌کنم. در میان خشونت، زور، قدرت، بزرگی و جدیت پی هویتم می‌گردم. فقط آرامش موری است که جذبم می‌کند، چون مرا به سان کودکی نمی‌نگرد که می‌خواهد خودش را بزرگتر از سنش نشان دهد. از این رو من هم احساس راحتی می‌کنم. ترم اول به پایان می‌رسد. خودم را برای ترم دوم آماده می‌کنم. او در نمره دادن سختگیر نیست. چرا انقدر خمیازه می‌کشم؟ بر شما دارم کتاب می‌خونم، خودم خوابم گرفته. انقدر امروز خسته بودم. به رتبه و نمره خیلی اهمیت نمی‌دهد. می‌گوید زمان جنگ ویتنام 1 سال به همه دانشجویان پسر نمره الف داده تا کمکشان کند راهی خدمت نظام نشوند. کم کم به موری میگویم مربی، مثل دورانی که معلم 2 میدانی دبیرستانم را مربی صدا میزدم. موری این لقب را میپسندد. میگوید مربی، من مربیت خواهم بود و تو هم میتوانی بازیکنم باشی. میتوانی تمام بخش‌های دوست داشتنی زندگی را بازی کنی. بخش‌هایی که سن من اجازه نمی‌دهد آنها را بازی کنم. گهگاه در کافتریا با هم غذا می‌خوریم. موری از من هم بی‌نزاکت‌تر است که البته این باعث لذتم می‌شود. به جای جویدن لقمه‌اش حرف می‌زند و با دهان باز می‌خندد. افکار هیجان انگیزش با خرده‌های زرد رنگ ساندویچ تخم مرغ بیرون می‌پرند که البته این موضوع باعث خنده‌ام می‌شود. لحظاتی که کنارش هستم فقط 2 آرزوی قلبی دارم: در آغوش گرفتنش و دادن دستمال سفره به او. کلاس درس. نور خورشید از پنجره اتاق ناهارخوری به درون میتابید و کفپوش چوبی اتاق را روشن میکرد. تقریباً 2 ساعت صحبت کردیم. تلفن دوباره زنگ خورد و موری از پرستارش کانی خواست به آن جواب دهد. کانی اسم همه افرادی را که به موری تلفن می‌زدند در دفترچه سیاه قرار ملاقات‌ها یادداشت می‌کرد. دوستان موری و استادان مدیتیشن و گروه‌های مباحثه و عکاس مجله که می‌خواستند از موری عکس بگیرد. پرواضح بود من تنها فردی نبودم که مشتاق دیدار استاد سابقم باشم. ظاهر شدن موری بر صفحه تلویزیون کلی مشهورش کرده بود. احساس عجیبی داشتم. انگار تا حدی به دوستان موری حسادت می‌کردم. یاد دوستانی افتادم که قلمرو گذشته زندگیم را تحت شعاع قرار می‌دادند. آنها کجا رفته بودند؟ میدانی که حالا دارم میمیرم. خیلی توجه مردم را به خود جلب کردم. تو همیشه جلب توجه می‌کردی. لبخند زد. هو، تو لطف داری. نه، لطف ندارم. این باور منه. گفت نکته اینجاست که مردم مرا به صورت پلی می‌نگرند. من مثل سابق نیستم، اما هنوز زنده‌ام. چیزی بین مرده و زنده. او سرفه‌ای کرد و بعد دوباره لبخند زد. من قرار است به آخرین سفر بزرگ زندگیم بروم و مردم می‌خواهند بدانند کوله‌بار سفرم چیست.
بار دیگر تلفن زنگ زد. کانی پرسید: موری، می توانید صحبت کنید؟ موری اعلام کرد: من دارم با دوست قدیمیم اختلاط می کنم. بگو بعداً تلفن بزنند. بعد از آن همه سال موری از من به گرمی استقبال کرد. دلیلش را نمیدانستم. من دیگر به هیچ وجه آن دانشجوی خوشقول و موفقی نبودم که 16 سال پیش از او جدا شده بود. اگر به لطف برنامه نایسلاین نبود، ممکن بود از دنیا برود بیان که بتواند حتی یک بار دیگر مرا ببیند. هیچ عذر موجهی برای خلف وعده‌ام نداشتم، جز همان بهانه‌ای که همه این روزها می‌آورند. در میان وسوسه‌های فریبنده و بدفرجام زندگی‌ام گرفتار شده بودم و دست و پا می‌زدم. شیوه زندگی‌ام همچون نوای افسونگر پری دریایی تسخیرم کرده بود. سرم شلوغ بود. از خودم پرسیدم چه بر من گذشته؟ آهنگ صدای قدرتمند و گرم و گیرای موری مرا به گذشته برد. به سالهای دانشگاه. به دورانی که فکر می‌کردم ثروتمندان آدم‌های بدی هستند و پیراهن و کراوات لباس زندان است. فکر می‌کردم زندگی بدون آزادی و اختیار برای انتخاب زمان بیداری و کار به هیچ وجه زندگی ایدئال نیست. زندگی ایدئال یعنی هر وقت خواستی سوار موتور شوی، بگذاری باد صورتت را نوازش کند، خیابان‌های پاریس را متر کنی، از ارتفاعات تبت بالا بروی. چه بر من گذشته بود؟ دهه 80، دهه 90، مرگ، بیماری، چاقی، ریزش مو، همه را پشت سر گذاشته بودم. خیلی از رویاهایم را در ازای چک حقوقی هنگفتی معامله کرده و حتی متوجه این موضوع هم نشده بودم. موری با شگفتی تمام داستانهای دوران دانشگاه را تعریف می‌کرد. انگار که من فقط به تعطیلاتی طولانی مدت رفته بودم. پرسید: آیا کسی را پیدا کرده ای که قلبت را با او سهیم شوی؟ آیا داوطلبانه و بدون چشم داشت کاری برای جامعه‌ات انجام می دهی؟ آیا با خودت در صلح و آرامش به سر می بری؟ آیا تلاش می کنی همان انسانی باشی که می توانی باشی؟ از شدت شرم سر جایم بند نبودم. میخواستم نشان دهم که عمیقاً با چنین مسائل دشواری دست به گریبانم. چه بر من گذشته بود؟ من کسی که با خود عهد بسته بود هرگز برای پول کار نکند، کسی که میخواست به سپاه صلح ملحق شود، در مکانهای زیبا و الهام بخش زندگی کند. به جای وفای به عهد 10 سال تمام در دیترویت ماندگار شده بودم. همان محل کار، همان بانک، همان سلمانی. من میشه 37 ساله، میشه کارآمدتر از دوران دانشکده، میشه در محاصره رایانه ها و مودم ها و تلفن همراه ها. درباره ورزشکاران قدر مقاله می نوشتم. ورزشکارانی که اکثرشان کمترین توجهی به من و امثال من نداشتند. دیگر جوانتر از اطرافیانم نبودم. دیگر با گرمکن کهنه خاکستری و سیگاری خاموش گوشه لب این طرف آن طرف نمی‌پلکیدم. دیگر کلی بحث نمی‌کردم تا ارتباط میان ساندویچ تخم مرغ و مفهوم زندگی را بیابم. با وجود اینکه روزها وقت سرخاراندن هم نداشتم، اکثر اوقات احساس نارضایتی می‌کردم. چه بر من گذشته بود؟ ناگهان لقب موری را به خاطر آوردم و گفتم: مربی. موری شاد شد. خودش است. هنوز هم مربیت هستم. او خندید و کمی از غذایش را خورد. غذایی که 40 دقیقه قبل خوردنش را آغاز کرده بود. به او نگاه کردم. دستهایش را با احتیاط حرکت می‌داد. گویی به تازگی یاد گرفته از آنها استفاده کند. انگشتانش می‌لرزیدند. خوردن هر لقمه به مثابه پیکاری حیاتی بود. پیش از غذا را کاملا می‌جوید. گاهی تکه‌های غذا از گوشه لب‌هایش بیرون می‌ریخت و مجبور می‌شد با دستمال سفره صورتش را تمیز کند. البته خیلی آرام. جای جای پوست دستش
از مشت تا بند انگشتانش را لکه‌های مخصوص دوران پیری پوشانده بود. پوستش شل و آویزان بود، مانند پوستی که در سوپ جوجه از استخوان آویزان می شود. به این ترتیب مدتی از زمان ما فقط به غذا خوردن گذشت. پیرمردی بیمار کنار مردی سالم و جوان، اما هر دو مجذوب آرامش و سکوت اتاق. به نظرم سکوتی شرم‌آور بود. البته فقط من خجالت می‌کشیدم. ناگهان موری لب به سخن گشود. میچ، مرگ تنها چیزی است که می‌شود درباره‌اش غمگین شد، ولی زندگی بدون دل خوش بحث دیگری است. خیلی از مراجعه کنندگان من شاد نیستند. چرا؟ خب اولین دلیلش آن که فرهنگ و سنت ما به مردم یاد نمی‌دهد که درباره خودشان احساس خوبی داشته باشند. ما مطالب نادرست را در جامعه آموزش می‌دهیم. تو باید خیلی قوی باشی که بتوانی سنت‌های غلط را کنار بگذاری و روش خودت را پیدا کنی. سنت خودت را خلق کنی. بیشتر مردم نمی‌توانند این کار را انجام دهند. با وجود این همه بیماری سخت، من از آنها شادترم. درست است که من در حال مرگم، اما روح‌ها و جان‌های عاشق و مهربانی احاطه‌ام کردند. چند نفر می‌توانند چنین ادعایی بکنند؟ او اصلاً برای خودش دلسوزی نمی‌کرد و این موضوع مرا شگفت زده کرده بود. مردی که دیگر نمی‌توانست برقصد، شنا کند، حمام برود، قدم بزند. مردی که دیگر نمی‌توانست خودش زنگ در منزلش را جواب دهد. مردی که حتی قادر نبود بعد از دوش گرفتن خودش را خشک کند و روی تخت از این پهلو به آن پهلو شود. چگونه می‌توانست چنین مسائلی را به راحتی بپذیرد؟ وقتی می‌خواست تکه‌ای گوجه فرنگی از بشقاب بردارد، پیکارش را با چنگال مشاهده کردم. 2 دفعه اول گوجه فرنگی از چنگال جدا شد. صحنه رقتباری بود و هنوز هم نمی‌توانم انکار کنم که نشستن در حضور موری مساوی بود با کسب آرامشی سحرآمیز، مانند نسیم آرامی که سالها پیش در دانشگاه به من آرامش بخشیده بود. بر حسب عادت نگاه گذرایی به ساعتم انداختم. داشت دیرم میشد. فکر کردم ساعت پرواز برگشتم را عوض کنم. چند لحظه بعد موری حقیقتی را برایم فاش کرد که حتی تا امروز هم ذهنم را تسخیر کرده. گفت: میدانی چگونه خواهم مرد؟ من داره خوابم میگیره لعنتی. امروز خیلی کوتاه واسه‌تون خوندم، میدونم، ولی واقعا خسته بودم. از ساعت 7 صبح تا الان که ساعت حدود 7:30 شبه، یه بند سر کار بودم و ساعت 6 که رسیدم خونه تازه ناهار درست کردم و خوردم و ظرفا رو شستم و خونه رو یکم مرتب کردم و الان به معنی واقعی چشمام داره بسته میشه، ولی به خودم قول داده بودم که امروز شده 10 صفحه هم که شده حتی اگر کمم هست براتون بخونم، چون که همیشه که نباید کامل باشیم، همیشه که نباید بهترین ورژن خودم رو نشون بدم. بعضی وقتا باید من خسته رو تحمل کنم. با چشمای پر از خواب بریم به رسم هر روز برگ قشنگمون رو اینجا بچسبونیم. چهارمین برگ پاییزیه که داریم. آماده ای واسش؟ خیلی برگ قشنگیه، خودم خیلی دوستش دارم. بیا نزدیک. دیرین دیرین. خب
برگ اگه اشتباه نکنم من برگ چناره. بذار کجایی؟ اگه اشتباه نکنم این برگ چنار باید باشه. اینم جلوشه. میخوام بچسبونم اینجا. برگ قشنگ رو بچسبونم اینجا. نه نچرخ. خب نظرتون چیه راجبش؟ به نظرم که خیلی گوگولی و قشنگی میاد، داره خیلی کامل میشه، خیلی قشنگ میشه. حس خیلی خوبی دارم راجع به این کار. احساس میکنم قراره پاییز و نمیدونم توی کادر هستم یا نه، ولی احساس میکنم با آوردن این برگای قشنگ توی خونه حس پاییز رو واسه خودم پررنگ‌تر میکنم و به خودم یادآوری میکنم که چقدر کل بهار و تابستون منتظر رسیدن این فصل بودم. خب اینم از قسمت سومی که منتظرش بودیم. اگر که تو هم مثل من عاشق داستان این کتاب شدی، حتما ادامه ویدیوها رو ببین و تا آخر داستانشون رو گوش بده. دوستتون دارم و امیدوارم که توی کامنت ها و توی ویدیوی بعدی ببینمتون. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.